بازار چاروا در دره رامید قسمت شرقی دوشنبه. در استانه عید قربان چارواداران از گوشه‌های گوناگون کشور مال خود را به اینجا آوردند. بز و گوسفند، گاو و حتی شتر نیز برای خریداران پیشنهاد می شود. مثل دیگر کشورهای مسلمانی شین در تاجیکستان هم آنهایی که امکانی مالی دارند در عید قربان چاروا ذبح می کنند. عید 28 ایون تجلیل می شود. با این خاطر در روزهای پیش از عید طلبات به چاروا یک بار زیاد می شود. چارواداران میگویند امسال نرخ نظر به سال گذشته چندان بالا نرفته است. واردات که بسیار شده نرخ ارزانه انشالله. سال گذشته کمتر خریدار زیاد بود، این سال کمتر بگیم کمتر خیلی میشه سازه. همین سال پول کمه یگان که حسابی درآمد کمه یا واردات پول کمه. ارزش یک گوسفند قربانی در تاجیکستان از 1.5 تا 3.5 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد. یک گاو وابسته به آنکه چقدر گوشت می‌دهد از 5 تا 20 هزار سومانی ارزش دارد. یک کیلوی گوشت گاو حالا 60 سومانی نرخ دارد. نرخ بز نسبتاً ارزان‌تر است. این چارپایی که بهرام صابیروف خریداری کرده است 1400 سومانی ارزش دارد. او میگوید از شهر نورک به اینجا آمده است تا مالی را برای قربانی خریداری کند. چند مال گرفتیم 800 900 مانا 20 کیلو گوشت میکنه، خیلی خوب برای قربانی میگیریم ما همه مردم برای قربانی هوس کرده اومده گرفته سر. قربانی از عادت‌هایی است که مسلمانان در روز عید قربان پس از انجام این نماز اجرا میکنند. اکثر آنهایی که این مراسم را اجرا میکنند میگویند از روی اعتقاد و شرایط این سنت عید قربان را انجام میدهند، ولی برخی از روی سبقت و هوس هم این کار را میکنند. و نفرانی باید قربانی کنند که به اندازه مقدار نصاب زکات بگن، به اندازه مقدار نصاب زکات پسنداز داشته باشند یا که اشیا داشته باشند. نصاب زکات موافق قرار علما 35000 سومانی. به این اندازه اگر مبلغ نقد داشته باشه یا که پسنداز داشته باشه یا خانه‌های زیادی داشته باشه یا ماشین‌های زیادی داشته باشه، از حاجت اصلیش اگر اون نفر قربانی میکنه، قربانی البته از روی اعتقاد میشه، از روی هوا و هوس نه. عید قربان یکی از دو عید مسلمانی است که در تاجیکستان رسما روزی تعطیل است. در این روز ساکنان مسلمان تاجیکستان برای ادای نماز به مسجدها رفته، سپس آنهایی که توان دارند قربانی میکنند. قربانی کردن یا ذبح چاروا در روز عید قربان نه به همه ساکنان تاجیکستان که اکثرا از 800 تا 2000 سومانی معاش میگیرند دست میدهد. آنهایی که امکانی قربانی ندارند دسترخوان آراسته از همسایه‌ها و خویشان پذیرایی میکنند. بنابراین در استانه عید اکثر ساکنان به بازارها میروند تا محصولات مورد نیازی خود را بگیرند. در این شب و روز شکایت ساکنان از گران شدن نرخ محصولات خوراکواری در بازار هم زیاد شنیده می شود. شکایتی که تقریبا در حال عید و جشن‌ها به گوش می رسد و تا حال راهی حل پیدا نکرده است.